در دامنی بهار اندر دهی مزار گل غنچه پره پاکیزه گوهره با ابروان سبز با آرمان سبز بیرون ز خانه شد مکتب روان نشد یادش به هر بار آتش که کودکی آتش که گم شده چون شعر دودکی. بینندگان عزیز، این زمان ما در خانه موزه استاد لایق قرار داریم و همان صندلیه که در شعرشان استاد وصف کردند گمان میکنیم همین صندلی است و مشهورترین شعری که به مادر بخشیدند به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی میدوزی به صد نیت که روزی توی دیده در قدی من بشکنی ارمان ببینی تا برنگ نو به حسن نو جوانیت به آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من. و من گمان میکنم که استاد لایق از همین صندلی و از نشستنهای مادرشان در کنج صندلی الهام گرفته این شعر بسیارم دلنشین و روان را ایجاد کردند که هر خواننده گمان میکند که این شعر برای مادر خود باشد و آن جامعه که شاید در گرد این صندلی مادر استاد لایق به تن استاد لایق دوختند در اینجا آویزان است و من گمان میکنم که شما نیز از دیدن این جامعه که از دوختنش نورهای چشم مادر استاد لایق کم گرده است بهره بردارید.